سلام به همه که وقتتون بخیر باشه. امروز قرار هستش که راجع به صفات تفضیلی با هم صحبت کنیم. اگر که ویدیوی قبلی رو ندیدین در مورد comparative adjective بود، لطفا حتما اون رو ببینین چون این مبحث در ادامه ویدیوی قبلی هستش. خب از اینجا شروع کنیم که اصلا برای چی ما از این نوع صفت ها استفاده میکنیم. ما superlative adjectives رو یا صفت‌های تفضیلی رو برای وقتی استفاده می‌کنیم که می‌خوایم چند تا چیز رو مقایسه کنیم و تعدادشون بیشتر از دو تاست. یعنی 3 تا، 4 تا یا اصلا همه دنیا. مثلا میخوام همه ماشین‌های دنیا رو با هم مقایسه کنم، بگم کدوم از همه سریع‌تر، یعنی سریع‌ترین ماشین چیه. بنابراین این صفت‌های تفضیلی در واقع اگه بخوام تو فارسی ترجمهشون کنم یعنی اون ترین آخر صفت، مثلا زیباترین، پولدارترین، گرونترین، ارزونترین. این ترینه میشه صفت‌های تفضیلی و این est در واقع نمایانگر، نشانگر همون ترین توی فارسی هست. چند تا مثال با هم ببینیم. The ball is the biggest one. این کاسه این کاسه از همه بزرگتر، یعنی بزرگترین کاسه است. I have three sisters. Jan is the oldest. سه تا خواهر دارم. جن از همه سنش بیشتره. حالا پیرترین، پیر ممکنه خیلی منظورمون اینه که سنش بالا هستش، از بقیه سنش بیشتر. And Angela is the youngest. جوانترین. پس اگه دو تا خواهر بود نمیتونستم بگم oldest، باید میگفتم older, younger. اگه یادتون باشه تو ویدیوی قبل به این موضوع اشاره کردم. اگر یادتون نمیاد لطفاً برگردین و ویدیوی قبل رو تماشا کنید. She is the prettiest girl in our school. اون زیباترین دختر توی مدرسه است. تو مدرسه ماست. It was the happiest day of my life. بچه اینجا اصلا نگفته که بین کدوم روزای زندگیش داره مقایسه میکنه، ولی مفهومش نشون میده کلا میگه شادترین روز تو کل زندگیشه. کل زندگیش که 2 روز نبوده، خیلی بیشتر از 2 روز بوده. پس بنابراین وقتی داریم بیشتر از دوتا رو با هم مقایسه میکنیم از این فرم استفاده میکنیم. من یادم رفت اول کلاس بگم، اول ویدیو بگم، ولی میدونین که این ویدیوها برای مرور و یادآوری هستش و نکات خیلی ریز رو ممکنه توی این ویدیوها نگیم. پس لطفاً حتما کتابتون رو مطالعه کنین و یا اگه سوالی داشتین از بنده بپرسین. خب بریم سراغ این که ما یاد گرفتیم که یه د اضافه میکردیم به صفتمون، آخرش هم یه est به همین راحتی. اما واقعا برای همه صفتها همین فرمول کارسازه؟ نه. مثلا برای beautiful, expensive یا dangerous اصلا یه جور عجیبیه. مثلا بگم beautifulest اصلا نمیشه واقعا. پس میخوایم که الان هم صفت هایی که بیقاعده هستن مثل good, bad, for یاد بگیریم و صفت هایی که طولانی هستن، یعنی بیشتر از 2 سیلاب 2 بخش هستن. الان اگه به این سه تا ادجکتیو، به این سه تا صفت نگاه کنید، صفت های طولانی هستن در مقایسه با مثلا big یه بخشه، دستتون رو ببریم بالا میاریم پایین میگیم big. ولی beautiful نه، جمع بخشه. expensive همینطور. صفت‌های طولانی کاری که میکنیم این هستش که یه the most قبل از صفت adg که می‌نویسم یعنی adjective قبل از صفت اضافه میکنیم. مثلا این چند تا مثالش رو با هم ببینیم. It is the most expensive car in the world. این گرونترین ماشین توی دنیاست. خب the most expensive، پس حواسمون هست نمیگم expensive است. یه وقت حواستون باشه نگینم. Sharks are the most dangerous animals. کوسه ها خطرناکترین the most dangerous خطرناکترین حیوانات هستن. البته فکر نمی کنم واقعی باشه. حیوانات دیگه خطرناکتر هستن، شاید حتی انسان. Sue is the most beautiful girl. خوشگل ترین دختر تو مدرسه همونه. اگه یادتون باشه اینجا ما pretty رو داشتیم. pretty یه صفت، یه ادجکتیو کوتاهه، اما beautiful یه ادجکتیو طولانی تره. بنابراین باید بگم the most beautiful. بریم سراغ بعضی از صفت‌های بیقاعده.
مثل good. اگه تو ویدیوی قبلی یادتون باشه اونجا گفتم برای good باید بگیم better وقتی مقایسه دوتا بود. حالا که بیشتر از دوتا رو داریم مقایسه میکنیم باید بگیم the best. bad تو ویدیوی قبل گفتم bad worse. اینجا میشه the worse. far farther farthest و اینجا که مقایسه بیشتر از دوتا رو یا سه تا به بالا رو داریم the farthest the furthest. کافیه این ستا رو حفظ کنین و خب خیلی زیاد توی تمرین رو میبینینش، پس لطفا حتما یادداشت برداری کنین چون قرار خیلی ازش استفاده کنین. نکات اصلی و مهم این قسمت رو خدمتتون عرض کردم. برای اینکه حالا یه مروری داشته باشیم میتونین 4 تا سوال رو جواب بدین. لطفا پاس کنین ویدیو رو و بعد من جواب‌ها رو بهتون نشون میدم. حتما کتاب رو مطالعه کنین، سر کلاس ها حضور داشته باشین و هر سوالی داشته باشین از بنده بپرسین. خب امیدوارم که سوال جواب داده باشین. بریم سراغ قسمت بعد و این هم جواب های سوالات قبل.